سوره کهف اولا در ابتدایش یک مجموعه را معرفی میکنه. انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدی، یک مجموعه کوچک که به پروردگار درست ایمان آوردن، خدا را حقیقتا خدای خود دانستن و الله جل جلاله در این زحمات از یا برکت انداخت. زدناهم هدی و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، قیام کردن اونا در مقابل طاغوت خیستن، گفتن که چیزی که شما میگین درست نیست. ربنا رب السماوات والارض، تو خودت خدا میگی، اینطور نیست. پروردگار اصلی کسی است که آسمان ها و زمین پیدا کرده. لن ندعو من دونه الها، هیچ کسی دیگه را ما در غیر از خدا قبول نداریم. دمی حرکت از یا خداوند اینقدر برکت انداخت که تا امروز ما را رسول الله صلی الله علیه و سلم مکلف کرده که روز جمعه یک بار سوره کهف بخوانیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، شما هم تو شوین، شما هم مثل کسایی باشین که اونا با هم یک جای شدن و خدا را تعهد کردن. شما هم کسایی را پیدا بکنین چند تایی با اونا یک جای شوین. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، چه معنا؟ با او کسایی باش، در کنارشان صبر کن، ولو تکلیف است، وقت نداری، مشکلات است، باز هم بیاد در کنار از او کسا بیا. کی هستن اونا؟ الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، کسایی که صبح و بیگاه برای خدا کار میکنن، صبح و بیگاه، کسایی که از وقتی که از خواب بیدار میشن تا که دوباره میخوابه جز برای خدا هیچ کار دیگه نمیکنن. با این مردم باش، خودت اگر از این جمله نیستی در جمعشان خدا گرد کن. در کاروان، دمی کاروان داره، کاروانی که اونا صبح و بیگاه خدا را یاد میکنن. چه زیبایت است. باز چی میگه؟ ولا تعد عیناک عنهم، ولا تعد عیناک عنهم، یعنی از این مردم، از این گروه را پیدا کن. اگر هستی خودت از جمله از این اعضای قیادیش هستی که مبارک باش، اگر نیستی امیت یک گروه را پیدا کن و امر از او باش. اتو نیست که جامعه اسلامی از گروه مخلص خالی باشه. همیشه در جامعه اسلامی تا قیامت یک گروه می باشه که در راه الله شب و روز میرزمن، برای الله کار میکنن. ولا یخافون فی الله لومة لائم، از هیچ ملامتگری هم نمیترسن، هیچ چیزی هم مانع مبارزه و تلاش از اینا نمیشه. این گروه موجود میباشه، اینا را پیدا کنن باشه. باز میگه ولا تعد عیناک عنهم، چشمت از اونا دور نشه، یعنی یک لحظه هم چشمت از اونا دور نکن. کسی که چشم خود از یا دور میکنه کدام مردم هستن؟ ترید زینت الحیات الدنیا، چشمت از یا دور نکن که زندگی دنیا را میخوای. به خاطر زندگی دنیا همکناری از این گروه فداکار، از اینا دور شدن و همکناری از اینا رها کردن برای تو مصیبت میاره. تو نکن. لحظه از اونا چشمت غافل شوه باز تو میشی دنیا پرست. ترید زینت الحیات الدنیا، زیبایی دنیا را میاره. دوم توصیه چیست؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، این دوم دستور آیت است و این دیگه بخش است. با او کسایی که از یاد خدا غافل هستند از اونا هرگز اطاعت نکن، که تزوانش از برخواست نکن، با اونا داد و ستد نکن، سر دسترخانت نشان. لا تخالط الا مؤمنا، پیامبر اسلام میگه نشست و برخواست با مؤمن باشه. ولا یاکل طعامک الا التقی، و نانت بجز پرهیزگار دیگه کس نخور. سر دسترخوان مردم متقی، نشست و برخواست با مردمای نیک باشه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، با او کسایی که دلشان از یاد خدا غافل است، مصروف هستند، تمام روز نمازشان به جماعت، روزشان به ذکر و عبادت و تلاوت، پولشان به صدقه، دسترخوانشان به مهمان، زبانشان بدون ذکر، در راه الله مصروف نیست، از یاد خدا غافل است. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، کسی که پیرو خواهشات خود و کان امره فرطا، و زندگیش چی است؟ پراگنده، کارایش بدون نقشه است. خلاص هر کس که ازش گرفت هر طرف رفت. بی نظم، انسانی که نظم نداره، انسانی که برنامه نداره، انسانی که فقط فکرش پورا کردن خواهشاتش است.
پس دو تا دستور داره. یک دستورش باش با کسایی که صبح و بیگاه الله را یاد میکنن و دستور دیگهش نباش با کسایی که اونا از یاد خدا غافل هستن. اینما کنا اینما